با سلام و وقت بخیر به شما همراهان گرامی به یکی دیگر از ویدیوهای مهتاب پلاس خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم یک مهاجر موفق افغان، هادی قاسمی زاده ایران، بزرگ شده سویدن و اولین کمک کننده به آفریقا تباران را به شما معرفی کنیم. اینکه چگونه وی به این موفقیت دست یافت و سرخط خبرها شد. پس تا آخر ویدیو با مهتاب پلاس همراه باشید. مهاجر 20 ساله افغان در سویدن اولین تابلوهای نقاشیش را نزدیک به 500,000 کرون سویدنی فروخته است و پول آن را به نهادهای خیریه‌ای از آفریقای جنوبی کمک کرده است. هادی قاسمی، مهاجر جوان افغان که از سختی‌های زیادی در عالم مهاجرت گذشته و مرزهای کشورهای زیادی را برای مهاجرت از آسیا تا اروپا در نوردیده، توانسته در سویدن شهروندی به دست آورد و به دنبال آرزوهای بظاهر محال زندگیش باشد. آقای قاسمی از پدر و مادر افغان در شهر مشهد ایران به دنیا آمده است. او که والدینش نیز در همان کشور بزرگ شده و زندگی کردند، تا کنون افغانستان را ندیده است. با این حال اما میگوید که در ایران نیز روزهای خوبی را به عنوان یک مهاجر تجربه نکرده است. آقای قاسمی که تنها درس ابتدایی مکتب را همراه با کارهای شاقه گذرانده به دلیل هزینه بالای زندگی نتوانسته به تحصیل در مقاطع بالا در مکتب یا دانشگاه ادامه دهد. به این جهت پیش از ورود به سویدن بیشتر کودک کار بوده است. آقای قاسمی میگوید که گچکاری، تمیزکاری، دستفروشی و خیلی کارهای شاقه دیگر را در ایران انجام داده و در آخرین مورد پیش از سفر برای مهاجرت به کشور دیگر به عنوان کارگر در صنعت ذوب‌آهن ایران مشغول بوده است. ولی همه اینها برای زندگی و مصارفش کافی نبوده تا اینکه او تصمیم میگیرد مانند خیلی از جوانان دیگر راهی کشورهای اروپایی شود و در جستجوی زندگی بهتر خانواده‌اش را ترک کند. هادی قاسمی که فرزند پنجم خانواده است، یک روز صبح ساعت 4 که دوستش برای خداحافظی به محل کارش می آید، می فهمد که علیرضا راهی سفر شده. بعد از چند ثانیه تصمیم می گیرد همراه با او به این سفر برود. با اینکه پولی نداشته و حتی نمی دانسته می خواهد کجا برود، اما این سفر دشوار و پرپیچ و خم را شروع می کند. او از مرز ایران به مادرش زنگ می زند و خداحافظی می کند. به این صورت هادی قاسمی با ترس، هیجان و دلهره پا بر راهی می‌گذارد که بسیاری را به کام مرگ فرو می‌برد. مهاجرت هادی قاسمی بیش از 2 سال وقت می‌برد. او در این راه مرگ را با گوشت و پوست و خونش تجربه می‌کند و با چشم سر می‌بیند. و ترکیه می‌رود. پس از 2 سال زندگی و سپری کردن 4 ماه زندان با 6 نفر دیگر، قایق کوچکی می‌خرند و به سوی جزایر یونان حرکت می‌کنند. او تمام مسیر دریایی را پارو می‌زند. خطر غرق شدن هر ثانیه با او بوده، اما همچنان پارو می‌زند تا به یونان برسد. پس از آن با مخفی شدن زیر یک کامیون باربری وارد کشتی می‌شود و به ایتالیا می‌رود. از آنجا به فرانسه و سپس به آلمان سفر می‌کند. هادی قاسمی می‌گوید من مرگ را جلوی چشم‌هایم دیدم. همه چیز غیر قابل کنترل و هر اتفاقی ممکن است. گاهی در مسیر به سگ وحشی برمیخوری، گاهی با پلیس روبرو میشوی و گاهی هم به سوی تو شلیک میشود. او در آلمان با چند دانشجوی افغان آشنا میشود و با مشورت آنان به سویدن میرود، جایی که اکنون آینده‌ای درخشان در انتظارش است. هادی اکنون 6 سال است که در سویدن زندگی میکند. او شهروندی خود را پس از 3 سال اقامت در سویدن به دست آورده است. او توانسته است فرصت‌های زیادی را در سویدن به دست آورد و قصد دارد سال آینده وارد دانشگاه شود. آقای قاسمی که از کودکی یاد گرفته برای غلبه بر ترس‌ها و مشکلاتش با آنها روبرو شود، چالش‌های بسیار و حتی خوابیدن در خیابان‌های شهرهای اروپایی را پشت سر گذاشته است. او با ورود به سویدن هنوز نمی‌دانست در کشوری که از همه حقوق شهروندی برابر برخوردار است و فرصت‌های زیادی برای پیشرفت و تغییر زندگیش دارد، باید چه کند.
در میان این تردیدها او به نقاشی روی آورد. هرچند در ایران نیز نقاشی میکرد، اما در سویدن با کشیدن نقاشی اجسام و تشویق دوستانش این هنر را به صورت حرفه‌ای دنبال کرد. هادی قاسمی این رشته را ادامه داد و اکنون پس از 3 سال نقاشی حرفه‌ای توانست 10 نمایشگاه بزرگ و کوچک برگزار کند و کم و بیش نقاشی‌هایش را به فروش برساند. سوژه‌هایش بیشتر پیام انسانیت و همبستگی را به نمایش می‌گذارد. آقای قاسمی از مهاجرینی است که توانسته اولین نمایشگاه خود را در بزرگترین خانه فرهنگ استکهلم برگزار کند. او به خبرنامه گفته است: آرزوی هنرمندان مشهور این است تا در بزرگترین خانه فرهنگ استکهلم نمایشگاه داشته باشند و من توانستم در اینجا اولین نمایشگاهم را برگزار کنم. او که برای برپایی نمایشگاه‌هایش سختی زیادی کشیده و تمام هزینه‌هایش را خودش پرداخته و از سوی شهرداری استکهلم نیز با او همکاری صورت گرفته میگوید: خیلی سخت بود، چون نه آشنایی داشتم و نه پشتیبانی و نه حتی پولی، ولی با تلاش خودم و زمانی که صرف کردم موفق به برگزاری نمایشگاه‌ها شدم. این پسر جوان که خانواده و به خصوص مادرش در تمام این مدت او را حمایت کردند، توانست با فروش تنها 2 تابلوی نقاشی که نزدیک به 500,000 کرون می شود به نهاد خیریه‌ای در آفریقای جنوبی کمک کند. یکی از تابلوهای او به نام صلح به ارزش 250,000 کرون سوئدی فروخته شده است. این تابلو که از اشیاء واقعی طراحی شده، یک گلوله کلشینکوف و گل‌های سوخته اطراف آن دیده می شود. تابلوی دومی به نام همبستگی نیز 150,000 کرون فروخته شده و تصویر 2 دست است که دست بالایی دست پایینی را می کشد. در این تابلو آقای قاسمی بیشتر از 20 رنگ به کار برده است. او میگوید: در تابلوی اولی من روی گلها رنگ سیاه کار کردم و تلاش داشتم تا خود را روی تابلو نگه دارد و گلوله نیز یک گلوله واقعی بود. در تابلوی دومی نیز با استفاده از رنگ‌های مختلف سعی کردم نشان دهم که ما همه متفاوتیم و همه فرهنگ و نژاد متفاوت داریم، اما چیزی که در این دنیا برای پیشرفت و انسانیت لازم است با هم بودن ماست. آقای قاسمی اکنون معلم هنر در یک سازمان سویدنی است و در کنار آن مشغول برگزاری و شرکت در ورکشاپ‌ها و سخنرانی‌های انگیزشی میباشد. آقای قاسمی در ادامه افزود: من از تجربه‌هایم برای مردم صحبت می‌کنم، زیرا برایم مهم است شخصی که از کنار هادی می‌گذرد با روحیه متفاوتی عبور کند. او که دنیا و آینده را روشن می‌بیند، معتقد است با تلاش بیشتر می‌توان آینده و افغانستان پیشرفته‌ای داشت. و باور او هرچند اکنون چالش‌های زیادی وجود دارد و از افغانستان هنرمندان زیادی در کشورهای مختلف حضور ندارند، اما او سعی می‌کند تا بتواند نمایشگاه‌های نقاشیش را در سطح بین‌الملل برگزار کند و به مشهورترین و بزرگترین هنرمند افغان سویدنی تبدیل شود. تشکر از همراهی شما. تا یک ویدیوی دیگر، وقتتون خوش.